دوستان نهایت عزیز و ارجمند، درود بر شما. در این برنامه تلاش میکنیم رابطه جنسی بدون رضایت با همسر را به دست تجزیه و تحلیل قرار بدیم. آیا اگر فردی با همسر خود بدون رضایت وی رابطه جنسی برقرار کرد، این عمل میتونه مشمول مجازات باشد و برای همسر این حق ایجاد میشه که از شوهر خود در محکمه نسبت به عمل رابطه جنسی و که با رضایت نبوده شکایت کنه و یا خیر. در نظام‌های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی به عنوان یک دیدگاه سنتی برقراری رابطه جنسی با یک زن اجنبی در حالی که آن زن نسبت به رابطه رضایت نداشته باشد، این عمل جرم محسوب می شود و تحت عنوان تجاوز جنسی مشمول مجازات می باشد. لیکن برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با همسر تا قرن 20 جرم محسوب نمی شد و این موضوع در ابواب حقوقی تحت عنوان مسئولیت شوهر از مجازات در قبال رابطه جنسی بدون رضایت شناخته می شود. آنچه مانع جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا عصر معاصر بود، عقاید و نظریه های محکم در باب ازدواج و رابطه بین زن و شوهر می باشد. به طور کلی در نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی 3 دیدگاه کلی وجود داشت. 1. زن کالایی است که تحت مالکیت پدر یا همسر خود قرار دارد و چون شوهر حق هر نوع استفاده از دارایی خود از جمله زوجه را دارد، لذا زوجه در هر زمانی که شوهر بخواهد باید به عمل جنسی تن بدهد. بنابراین تحت هیچ شرایطی نمیتواند به این عمل رضایت نداشته باشد و سر باز بزند. 2. ازدواج یک توافقی است که ماهیت قراردادی دارد و ضمن آن که رضایت زوجه برای تمکین نسبت به همسر فرض می شود و این رضایت غیر قابل فسخ است. مبنای این دیدگاه نظریه است که در قرن 17 میلادی توسط رئیس دیوان عالی انگلستان مطرح گردید. او معتقد بود که نمیتوان شوهر را در ارتباط با تجاوز جنسی که نسبت به همسر قانونی خود مرتکب شده است محکوم کرد، زیرا زوجه با رضایت و قرارداد متقابل خود را به شوهر واگذار کرده است و نمیتوان این رضایت را پس بگیرد. 3. زمانی که یک زن ازدواج می نماید دیگر شخصیت حقوقی مستقل ندارد و شخصیت حقوقی او تحت شعاع مرد قرار می گیرد. در نتیجه زن به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل امکان طرح شکایت از شوهر خود را ندارد. مبنای این دیدگاه نظریه وحدت بود که در قرن 18 میلادی توسط یک قاضی انگلیسی به نام سر ویلیام بلکستون مطرح گردید. او باور داشت زن و مرد به واسطه ازدواج به یک موجودیت تبدیل می شود و شخصیت حقوقی زن در عین ازدواج به حالت تعلیق در می آید. در قرن 20 اقدامات جنبش های فیمینیستی موجب شکلگیری تحول در دیدگاه های سنتی گردید. در نتیجه بسیاری از کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مسئولیت شوهر از مجازات در قبال رابطه جنسی بدون رضایت زوجه را لغو کردند و آن را نظیر برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با زن اجنبی تجاوز جنسی به شمار آوردند. در نتیجه رابطه جنسی بدون رضایت زوجه جرم‌انگاری گردید، اگرچه در اغلب کشورها نظیر ایرلند و ترکیه با ملاک عدم رضایت
رابطه جنسی بدون رضایت چی با زن اجنبی و چی با زوجه را مشمول یک عنوان مجرمانه یعنی تجاوز جنسی قرار دادند. لیکن برخی از کشورها نیز رابطه جنسی بدون رضایت زوجه را مستقل از تجاوز جنسی جرم‌انگاری نمودند. بنابراین به طور کلی دو نوع جرم‌انگاری در خصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه دیده می شود. بررسی در جوامع اسلامی هم نشان می دهد که در گذشته موضوع رابطه جنسی بدون رضایت با همسر محل از اعراب نداشت، زیرا که در فقه اسلامی مفهوم تمکین در عقد نکاح به معنای خاص زوجه را مکلف به اطاعت از زوج در رابطه جنسی می نماید، به آنکه صراحتاً جایگاهی برای رضایت زوجه در خصوص اصل، نحوه یا جزئیات رابطه در نظر گرفته شده باشد. به علاوه ضمانت اجراهایی در خصوص نشوز زوجه پیش بینی شده است. رویکرد منابع بین المللی در خصوص موضوع: اسناد بین المللی. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 به تصویب مجموعه عمومی سازمان ملل رسید. این اعلامیه بر برابری حقوق بین زنان و مردان تأکید و موضوع رضایت طرفین در ازدواج را به عنوان مصداق حقوق بشر تعیین نمود. این گزاره در شرایط مطرح شد که در بسیاری از جوامع ازدواج به زنان تحمیل می شد. 2. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در سال 1979 کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان را به تصویب کشورهای متعاهد را تصویب کرد و کشورهای متعاهد را ملزم به وضع قوانین مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان نمود. در این کنوانسیون به طور مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و رابطه جنسی بدون رضایت همسر به عنوان مصداق خشونت جنسی علیه زنان پرداخته نشده است، چرا که تدوین کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در دهه 1970 میلادی صورت گرفت، زمانی که جنبش‌های مقابله با خشونت علیه زنان نوپا بودند و هنوز نتوانسته بودند که به جنبش بین المللی تبدیل شوند. 3. کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1992 طی توسعه عمومی شماره 19 به موضوع خشونت علیه زنان به عنوان یکی از مصادیق تبعیض نسبت به زنان پرداخت و اعلان نمود که دولت‌ها در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری و مجازات اعمال خشونت آمیز مسئول خواهند بود. 4. اعلامیه حذف خشونت علیه زنان در سال 1993 به تصویب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رسید. به موجب بند الف ماده 2 اعلامیه صراحتاً تجاوز زناشویی یا همان رابطه جنسی بدون رضایت با همسر را به عنوان مصداق خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد است. این اعلامیه از دولت‌ها می‌خواهد تا نسبت به جرم‌انگاری آن در قوانین خود اقدام نمایند. 5. در سال 1995 سندی تحت عنوان برنامه اقدام پکن به تصویب کشورهای حاضر در 4مین کنفرانس زنان رسید. از آنجایی که اعلامیه حذف خشونت علیه زنان غیر الزام آور می باشد، لذا این برنامه اقدام در صدد ایجاد الزام برای کشورهای عضو به منظور قانونگذاری در خصوص خشونت علیه زنان بود. 6. کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 2017 طی توسعه عمومی شماره 35 و در بند
33 از کشورهای متعاهد خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که تعرض جنسی و از آن جمله تجاوز جنسی جنایت علیه حق امنیت شخصی زنان و تمامیت جسمی، جنسی و روانی آنها محسوب می شود و نیز جنایت جنسی بر اساس رضایت آزادانه و شرایط اجباری تعریف کردند. همچنین رابطه جنسی بدون رضایت زن یا همسر نیز به عنوان یکی از مصادیق تجاوز جنسی در نظر گرفته شده است. بر اساس بند 33 توصیه عمومی شماره 35 و جمع آن با سایر اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حذف خشونت علیه زنان می توان دریافت که در دیدگاه اسناد بین الملل جایگاه مفهوم رابطه جنسی بدون رضایت با همسر در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد که رأس آن موضوع تبعیض علیه زنان است و در این میان اشکال مختلف تبعیض یکی از آنها خشونت علیه زنان می باشد. خشونت نیز اشکالی دارد که از آن جمله خشونت جنسی است که گاه از آن به تعرض جنسی نیز یاد می شود. یکی از مصادیق جنسی تجاوز جنسی می باشد. بر اساس رویکرد اسناد بین المللی آنچه رابطه جنسی را داخل در عنوان تجاوز می نماید عدم رضایت می باشد. همچنین رابطه جنسی بدون رضایت زوجه به عنوان یکی از اشکال تجاوز جنسی قلمداد می شود. رابطه جنسی بدون رضایت در قانون ایران. رابطه جنسی بدون رضایت همسر در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است. به منظور ارزیابی رویکرد قانونگذار ایران در این بخش مقررات موضوعی مرتبط به منظور تعیین امکان و میزان انطباق آن با مفهوم رابطه جنسی بدون رضایت زوجه بررسی می‌گردد. بر اساس ماده 1102 قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. مفهوم تمکین در عقد نکاح به معنای خاص زوجه را مکلف به اطاعت از زوج در رابطه جنسی می نماید، به آن که صراحتاً جایگاهی برای رضایت زوجه در خصوص اصل، نحوه یا جزئیات رابطه در نظر گرفته شده باشد، به علاوه ضمانت اجراهایی در خصوص نشوز زوجه پیش بینی شده است. لذا زوجه و یا زن بجز در مواردی که شرعاً معذور شناخته می شود باید خود را جهت استمتاع جنسی در اختیار زوج قرار دهد. در ماده 1108 آمده است هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نحوه نگارش ماده 1108 موید این موضوع است که قانون مدنی اعتنایی به بحث رضایت و تمایلات جنسی همسر در امور زناشویی نداشته و همسر را موظف به تمکین خاص نموده مگر در زمان وجود معاذر شرعی. بنابراین قاعده اولیه در رابطه جنسی بین زن و شوهر به قرار ذیل می باشد. یک، همسر و یا زوجه مکلف به تمکین در مقابل شوهر می باشد هرچند به برقراری رابطه جنسی رضایت نداشته باشد و در صورت عدم تمکین با ضمانت اجراهای از جمله محرومیت از نفقه مواجه می شود. با وجود این قانون مدنی در مواردی به همسر و یا زوجه اجازه داده تا از برقراری رابطه جنسی امتناع نماید
به عبارت دیگر در موارد خواست و رضایت زوجه را در برقراری رابطه جنسی معتبر دانسته است که عبارتند است: 1. حق حبس بر اساس ماده 1080 قانون مدنی در عقد نکاح به زوجه این حق داده شده که تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده است به شرط آن که مهر مولد دار نباشد از تمکین به وظایف زناشویی خودداری کند. این مطلب را میخوایم دوباره ذکر کنم. حق حبس بر اساس ماده 1085 قانون مدنی ایران در عقد نکاح به زوجه این حق داده شده است که تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده است به شرط آن که مهر مولد دار نباشد از تمکین به وظایف زناشویی خودداری کند. 2. امراض مقاربتی در زوجه به موجب ماده 1127 قانون مدنی هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زوجه حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مجبور مانع حق نفقه نخواهد. بنابراین در شرایط ابتلاع زوج به امراض مقاربتی زوجه می تواند از برقراری رابطه جنسی امتناع نماید که معنای دیگر آن این است که برقراری رابطه جنسی مستلزم رضایت زوجه می باشد. شایان ذکر است که در ماده 30 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال 1399 از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید، اقدام زوج به برقراری رابطه جنسی با همسر علی رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن جرم‌انگاری شده است. 3. خوف ضرر برای زوجه یا همسر. در این خصوص ماده 1115 چنین مقرر می دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکنی علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مجبور محکمه حکم بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به منزل مجبور معذور هست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراین در موارد زوجه خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از سوی شوهر داشته باشد می تواند رأساً منزل علیحده اختیار کند و با توجه به متن ماده 1115 برای این کار نیاز به اذن دادگاه ندارد. لذا زمانی که زن اختیار ترک منزل مشترک و اختیار منزل علیحده را دارد، به طرق اولا اختیار عدم تمکین را هم دارد. البته به موضوع اختیار زوجه به عدم تمکین صراحتاً در قانون پرداخته نشده است و این از ماده 1115 فهمیده می شود، چرا که وقت زن اجازه ترک منزل مشترک و اختیار منزل علیحده را دارد، این بدان معناست که اختیار عدم تمکین هم به او داده شده است. در حالات سیگانه جواز عدم تمکین چون به زوجه اجازه عدم تمکین داده شده است، رضایت او در برقراری رابطه جنسی مدخلیت دارد. لذا اقدام زوج در برقراری رابطه جنسی در این حالات در شرایطی که زوجه نسبت به آن رضایت نداشته باشد مصداق رابطه جنسی بدون رضایت زوجه خواهد بود. اما متاسفانه برغم وجود بستر لازم در قانون مدنی به موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه پرداخته نشده است. موفق و سرفراز باشید.